حکومت ولایت ولادیمیر روسیه روز 1 نوامبر سال 2023 در صحیفه‌اش در شبکه وکانتاکت ویدیو دو طبیب زاده تاجیکستان را که در شهرهای مورم و ولادیمیر کار می‌کردند و اکنون به جنگ ضد اوکراین را سپار شدند نشر کرد. ماموریت این ولایت ادعا دارد که اختیار و الیاس جان گویا با اختیار خود به منطقه عملیات مخصوص حربی می‌روند. مقامات روسیه همچنان سرسختانه جنگ ضد اوکراین را با همین عباره منطقه عملیات مخصوص حربی یا SVO نام میبرند. اختیار از تاجیکستان در شهر مورم به حیث طبیب بیماری‌های پوست و بیماری‌های جنسی کار می‌کرده است و او در ویدیو نشر شده میگوید در خط جبهه طبیبان ضرورند، برای خدمت به وطن میرویم، مثل باباهای ما که در وقتش خدمت وطن کرده بودند. ما هم از راه باباهایمان رفته ایستاده‌ایم. از همه هموطنان دعوت میکنیم که به ما پیروی کنند. میگوید اختیار. همکسب او دکتر تراپیوت بیمارستان شهری رقم 6 شهر ولادیمیر الیاس جان نیز از تاجیکستان است. او هم قرارداد امضا کرده به حیث طبیب به اوکراین را سپار شده است. الیاس جان نیز در ویدیو ادعا میکند که به اوکراین با اختیار خود رفته ایستاده است تا که وطن را حمایت کند. اختیار و الیاس جان از نخستین طبیبان تاجیک به روسیه کوچیده میباشند که خبر به جنگ ضد اوکراین فرستاده شدنشان رسانه‌ای می شود. این خبر دیگر طبیبان تاجیک به روسیه کوچیده را در تشویش انداخته است. در سالهای آخر اساساً توسط برنامه دولتی پرسلین هزاران طبیب و همشیره شفقت و دیگر کارمندان سوهای طب برای کار و زندگی دائمی به روسیه کوچیدند. رفتن متخصصان پرتجربه به سوهای طب در تاجیکستان ضربه سخت زد، ولی مقامات تاجیک توان گرفتن پیش روی این روند را ندارند، چون که به آنهایی که میکوچند به خصوص در صورت کار و زندگی در ولایت‌های دوردست روسیه اختیار کردنشان مقامات روسیه جای کار و معاش خوب و امتیازهای فراوان وعده میدهند که نهادهای تندرستی تاجیکستان توان دادن چنین امتیازها را ندارند. ولی طبیبان به روسیه کوچیده میگویند هنگام به برنامه پرسلین جلب کردن آنها کسی نگفته بود که یگان روز آنها را میتوانند به جنگ برند. روسیه 24 فوریه سال 2022 به خاک اوکراین حمله کرد. طی 20 ماه جنگ از هر دو طرف 10,000 نفر کشته شده، تقریبا نیم میلیون نفر دیگر معیوب شدند. در بین کشته شدگان بنا به حساب‌ها بیش از 50 زاده تاجیکستان نیز است. بیش از 30 نفر آنها محبوسان تاجیکند که در زندان‌های روسیه ادای حکم می‌کردند.